حضرت عمر قلبکش نرم شد. احساساتی که داشت، غضب و قهری که داشت، همه از بین رفت غسل گرفت و بعدا آمد بسم الله الرحمن الرحیم گفته قرآن پاک را سوره طه را قرائت کرد. مسلمان شد. حضرت خباب بیرون خانه بود، دویده آمد گفت قبول شده دعای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که در کوی صفا و مروه دعا کرده بود ای الهه دو شخص را یکش مسلمان بگردان، یا حضرت عمر را یا ابو جهل را. گفت اینمو دعا قبول شده که امروز که تو قرآن تلاوت میکنی مسلمان شده به اسلام پیوستی. گفت دعای رسول گرامی علیه السلام قبول شده. بنابراین قرآن تلاوت میکنه قلب عمر صاحب آرام نمیگیره و تشویش هست. گفت مرا یک بار در پیش محمد مصطفی با آواز بلند صلی الله علیه و سلم گفت مرا پیشمو یک ببرین که محمد مصطفی را یک ببینم. عشق محمد آله به قلب جای گرفته. عشق قرآن که جای گرفته بود، قرآن در آغوش میگیره و بوسه میزنه و گریان میکنه و قرائت میکنه. بعدا میخواد که محمد امین را ببینه.